سلام. فوتبال، جام جهانی و شادی مردم، کلماتی که معمولاً در کنار هم میاد، ولی در ایران تحت حاکمیت ولی فقیه یک واژه چهارم هم به این داستان اضافه میشه که یک خروجی کاملاً متفاوت ایجاد میکنه: گاز فلفل. بله، تماشای یک بازی فوتبال که در هر کشوری یک تفریح معمولی محسوب میشه، وقتی به آخوندها میرسه تبدیل به یک گناه بزرگ میشه، به خصوص اگر پای زنان در میان باشه. 4 ستون این حکومت زن ستیز رو به لرزه در میاره. اسپری فلفل زدم تو چش همه بچه‌ها. این خانم هایی که میبینید نه خواسته سیاسی داشتند و نه خواسته صنفی، بلکه فقط میخواستند با بلیتی که تهیه کرده بودند وارد استادیوم بشن که به جاش با اسپری فلفل مواجه شدند. همه جای دنیا برای میزبانی مسابقات سر و دست میشکنن که هواداران تیم خودشون بهتر بتونن تیمشون رو حمایت کنن، اما به آخوندها که میرسه اشک چشم هواداران تیم خودی رو با گاز فلفل در میارن که یه وقت وارد استادیوم نشن. یعنی هر جای دنیا بری بگی اینجا به هواداران تیم خودشون گاز فلفل میزنن که وارد استادیوم نشن، آدرس یک روانپزشک خوب رو بهت میدن. قضیه اینقدر فاجعه بار بود که همه مقامات ریز و درشت نظام مجبور شدن به صحنه بیان تا با وعده پیگیری میشود قضیه رو رفع و رجوع کنند. در پی ارائه گزارشی از حواشی پیش آمده در مسابقه فوتبال دیروز ایران و لبنان در مشهد، رئیس جمهور وزیر کشور را به بررسی دقیق موضوع، اقدام لازم و ارائه گزارش موظف کرده. رئیس مجلس هم کمیسیون امور داخلی رو مأمور کرد تا به سرعت موضوع رو بررسی کنه. وزیر کشور هم از برخورد جدی با عاملان حاشیه به وجود آمده در ورزشگاه امام رضای مشهد خبر داد. بله، بر اساس اصل کی بود من نبودم، خیلی سریع این به اون میگه اون به این میگه، خلاصه با یه پاسکاری سریع بین هم دیگه میگن قضیه رو پیگیر بشید. ما هم به همین مناسبت پیگیر شدیم که ببینیم چه کسی پشت این فاجعه بوده. حالا ببینیم که کی زودتر به نتیجه میرسه. پس از این ماجرا فدراسیون فوتبال نظام برای دربردن خودش با یک بیانیه مقصر اصلی رو فروشندگان بلیت جعلی معرفی کرد. فروشندگان بلیط‌های جعلی مقصر اتفاقاتی هستند که در حاشیه دیدار ایران و لبنان رخ داد. زنانی که از این مرکز غیر معتبر بلیط خریده بودند به عدم امکان ورود به ورزشگاه با در دست داشتن بلیط‌های خریداری شده جعلی معترض بودند که طبیعی است امکان ورود با استفاده از این بلیط‌ها وجود نداشته است. حضور بانوان مشهدی برای دیدن بازی. بلیط داری؟ بله بله. اجازه دارن یا نه؟ نه هنوز میبینیم که منتظر. بلیط خریدن سخت بود یا نه؟ 2 ساعت پای سایت وایسادم تا تونستم 2 تا بلیط بگیرم. گرفتیم بلیط گرفتیم، قشنگ استعلام میشن برامون اومده، شماره‌مون هم زدیم، ولی الان میگن شما بلیط خریداری نکردید. ما الان اون پولی که دادیم باید چیکار کنیم؟ ما الان قشنگ پول از حسابمون کم شده، ولی الان حتی یعنی مردمون هم هستن ولی حتی اسم ما رو نمیذارن که ما بریم، چون به خاطر که پول کم شده. قشنگ بلیط ما گرفتیم ولی الان نمیذارن بریم. چون توی فیلم ها همه خانم هایی که جلوی استادیوم تجمع کرده بودند بلیط دستشون بود، میگفتن ما بلیط خریدیم پس چرا ما رو راه نمیدید، اینا هم اومدن برای اینکه صحنه رو توجیه کنن گفتن این بلیط ها رو از سایت های غیر معتبر خریدن و جعلیه، به این خاطر ما راهشون ندادیم، وگرنه که ما مشکلی نداشتیم. حالا همین ادعا رو بررسی کنیم. بله، در گزارشاتی که آمده یک گزارش همین هست که عده خارج از ضوابط و به طور جعلی شروع کردن به فروش بلیط هایی که مجاز نبودن و به همین دلیل یه حجم زیادی بلیط گزارش شده که فروش رفته. در حد 27,000 تا ظاهرا گفته میشه که بلیط فروش رفته، در حالی که کل ورزشگاه 24,000 تا بیشتر جا نداشته. به اضافه بر اینکه حدود حد اکثر 10,000 نفر هم بیشتر مجاز نبودن که در ورزشگاه تجمع پیدا کنند.
پس این پاسدار وحیدی که به اصطلاح وزیر کشوره میگه 27000 تا بلیت فروخته شده، در حالی که به دلیل پروتکل کرونا فقط مجاز بودن 10000 تا بلیت بفروشن. پس تا همینجا معلومه که دست کم 17000 تا بلیت به قول این غیر مجاز فروخته شده. این که حالا به خانم‌ها یا آقایون فروخته شده فعلا بماند. حالا ببینیم تعداد بلیت‌های مجازی که با سایت رسمیشون فروختن چند تا بوده. میخوام بدونم که مسئولیت فروش بلیت بالاخره بر عهده کدام نهاد هستش؟ فروش بلیت توسط فدراسیون فوتبال انجام میشه. در سامانه‌ای که متعلق به فدراسیون فوتبال هستش. خب آقای اصولی، این در واقع سامانه، در این سامانه چند تا بلیت فروخته شده برای این بازی؟ خدمت عرض کنم 8000 بلیت برای این بازی خدمت عرض کنم فروخته شده. بنابراین اگر این حرف رو اصل بگیریم که فقط 8000 تا بلیت رسمی فروختین، پس یعنی بقیه اون 27000 بلیت غیر مجاز فروخته شده دیگه ها؟ یعنی میخوای بگی 19000 نفر بلیت غیر مجاز خریدن، شما متوجه نشدین؟ تو که ادعا میکنی که زمین و آسمون زیر چنگ سربازان بدنام نظامه، پس چی شد؟ چطور میشه یکی 19000 بلیت غیر مجاز بفروشه شما نفهمیده باشی؟ مگر اینکه خودتی، یعنی اون بلیت فروش غیر مجاز هم از خودتون بوده و چیزی به اسم بلیت جعلی اصلا وجود خارجی نداره. تنها چیزی که وجود داشته اون پول هنگفتیه که با فروش همه بلیت ها تا صندلی آخر استادیوم به جیب زدید. ضمن اینکه تا آخر بازی همه اونهایی که به قول شما بلیت غیر مجاز خریده بودن هم توی استادیوم راه دادید، چون توی تصویر معلومه که استادیوم پر شده. اما تصاویر موجود از روز بازی نشون داد که ورزشگاه حدوداً 25000 نفری جای خالی نداره. 15 دقیقه ابتدایی مسابقه حدود 10 تا 12000 هوادار در ورزشگاه حضور داشتند، اما به ناگهان نزدیک به 10000 هوادار دیگه به این جمع اضافه شدن. اوایل نیمه دوم درهای شماره 8 و 14 ورزشگاه باز شد و جمعیت زیادی از این درها وارد ورزشگاه شدند که طبق اعلامی که خود بچه‌های فدراسیون کردن 22600 نفر وارد ورزشگاه امام رضا شدند. تا اینجا معلوم میشه که از وسطای بازی همه اونهایی که بلیت مجاز یا به قول خودشون غیر مجاز داشتن همه رو راه دادن. حالا چرا؟ مشکل ما اینه که بلیت رو فروختن و ما همه هزینه‌مون رو کردیم اومدیم، ولی به ما میگن ما راهتون نمیدیم. نصف مردم الان اونایی که اینجا وایسادن بلیت دارن ولی نتونستن برن داخل. هیچکی پاسخگو نیست. اگه نمیتونن برگزار کنن بازی‌ها رو نیارن مشهد مردم رو علاف کنن. اینکه توی آمارایی که به من دادید اگر اشتباه نکنم 8000 نفر در واقع اجازه، ولی اون چیزی که در واقع حاضرین در ورزشگاه میگن، خبرنگاران گفتن، آقای کاظمی هم در گزارششون و حتی وزیر هم در واقع در صحبتاشون بهش اشاره کردن، چیزی حدود 24000 تا بوده. من می‌خوام این تفاوته با توجه به اینکه شما می‌فرمایید که در واقع قابل تشخیص هم بوده چرا اتفاق افتاده؟ حالا تعدادی که اضافه تر شد آقای کلهر هم اشاره کردن، به هر حال بحث میدان تصمیم برای ورود به حال اونجا مسئولیت داره و مشخص هم هستش. اونجا تصمیماتی گرفته میشه که وقت تجمعش بده بالاخره دوستان تشخیصی دادن و اون تشخیص عمل کردن. پس از این حرفا اینطور برمیاد که تا دیدن بیرون استادیوم داره بوی تجمع و اعتراض و اینا میاد، دیگه جعلی معلی یادشون رفت، گفتن باز کن همه برن تو، پولاشون رو که گرفتیم، این بازی مازی پروتکل کرونا هم به ما نیومده، باز کن برن تو. اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چطوره که چند هزار مرد با بلیت جعلی بالاخره وارد شدن ولی یکی از اون خانم‌ها رو هم راه ندادن؟ پس معلوم میشه که بهانه بلیتشون جعلی بود و اینا کشک مطلقه و مشکل جای دیگه است. حالا ببینیم بهانه بعدیشون چیه. البته اینم من به شما عرض کنم که ما تا 72 ساعت قبل از بازی در واقع تصمیم و اون چیزی که ما اعلام و ابلاغ شد که اصلا از حوزه اختیار فدراسیون خارج هم هستش، این بود که بازی بدون تماشاگر هست و بعد اعلام کردن که نه مخالفتی نیست و میتونید در واقع تماشاگر داشته باشید. خب توی زمان بسیار کوتاهی بایستی امکاناتی مهیا میشد. بحث قانون‌ها هم ارزم به حضور شما، خب بالاخره یک سری زیرساخت‌ها و یک سری امکاناتی لازم هست که تو این فاصله 48 ساعته از جهت زیرساختی
این امکاناتش مهیا نشد. حالا زیرساخت‌های مثلا سرویس بهداشتی مجزا، آبخوری مجزا، نمیدونم ورودی‌های مجزا، اینها چیزهایی هستش که در حال توی اون عملیات اجرایی که فیفا و اف مشخص میکنه برای بحث در واقع حضور تماشاگر، ما اینها رو نتونستیم آماده بکنیم و این زیرساخت به حال آماده نشده بود و خب از این جهت ما نتونستیم خدمت خانم‌ها باشیم. بهانه اینکه زیرساخت آماده نبودم از اون حرفاست. طرف میگه چون تا 72 ساعت قبل قرار بود به خاطر کرونا بدون تماشاچی باشه و یه دفعه به ما گفتن میتونین تماشاچی بیارین، ما دیگه هول شدیم، فرصت نشد زیرساخت‌های مناسب برای حضور خانم‌ها رو فراهم کنیم. طرف یه جوری صحبت میکنه که انگار با دسته کورا طرفه. بذار ببینم، مگه این استادیوم رو 72 ساعت قبل افتتاح کردین که تازه یاد زیرساخت مناسب برای خانم‌ها افتادین؟ این استادیوم مشهد از سال 96 افتتاح شده، یعنی از 5 سال پیش. از همون روزی که کلنگ این استادیوم رو زدید باید به فکر زیرساخت برای خانم‌ها می بودید. مگه از روز اول استادیوم مردونه ساختید؟ ثانیاً اگر هم فرض بگیریم که شما اینقدر متحجر بودید که هستید که از همون ابتدای ساخت به فکر خانم‌ها نبودید، دیگه از 2 سال پیش که به فیفا تعهد دادید که در همه بازی‌های تیم ملی بانوان میتونن شرکت کنن، چرا نرفتید دنبال آماده کردن زیرساخت؟ اینهاش این نامه فیفا در تاریخ 10 فوریه 2020 که خودتونم با آب و تاب منتشرش کردید. توش میگه فدراسیون فوتبال ایران موافقت کرد زنان اجازه خواهند یافت تا در همه بازی‌های ملی از ژوئن 2020 حضور یابند. تو اگر این تعهد رو دادی غلط کردی میگی زیرساخت آماده نبود. از همون موقع بعد میرفتی دنبال آماده کردن زیرساخت تو همه استادیوم‌ها. بعد مگه همین استادیوم مشهد رو شما خودتون کلی ازش تعریف نکردید که کاندید برگزاری بازی‌های جام آسیاست و از 2 ماه پیش کارشناس آوردیم و تاییدش کرده؟ هیئت در واقع ناظر AFC هولوش 3 ماه پیش بود که به ایران تشریف آوردن، مشهد، اصفهان، اهواز و تبریز رو بازدید کردن. در گزارش‌هایی که من دیدم اونها تهیه کردن، ورزشگاه امام رضا جزء در واقع اون طبقه بالا و امتیاز بالای در سطح آسیا رو داشتش و مشهد به جهت به حال تعداد هتل‌های 5 ستاره‌ای که داره، به جهت اون فضای فرودگاهی و پروازهایی که داره اتفاق میفته، بحث‌های در واقع زیرساخت شهری، بحث‌های ارتباطی، بحث‌های بهداشتی، درمانی، بیمارستان‌هایی که در مشهد هست. مشهد در واقع از نظر AFC در اون ارزیابی اولیه از شهر کردن، این ارزیابی اصلا برای بحث میزبانی جام ملت‌های آسیا انجام دادن، امتیاز بالایی داشت. یعنی خودش داره میگه 2 ماه پیش ناظر AFC یعنی از طرف فدراسیون فوتبال آسیا اومدن چک کردن، گفتن مشهد هتلاش حله، فرودگاهش حله، بیمارستانش حله، استادیومش در حدیه که میتونه بازی‌های آسیایی برگزار کنه. بعد ما باور کنیم که این استادیوم زیرساخت برای حضور خانم‌ها نداشته؟ بابا تو فاز بازی‌های بین‌المللی بودی، می‌خواستی بازی‌های آسیایی تو این استادیوم برگزار کنی. بعد 48 ساعت قبل تازه یاد افتاد که این استادیوم زیرساخت برای خانم‌ها نداره؟ دروغ هم اگر می‌خواید بگید یکم روش کار کنید. بعد توی همین استادیوم امام رضا مگه 1 سال پیش 5 آبان 99 این برنامه رو شما اونجا نداشتید؟ فوتبال نه ها، اصلا این همایش‌های دین فروشی نوچه خامنه این رائفی پور. فکر کنم موج مکزیکی هم بخواید برید شما اینجوری که شروع کردید. ببینید همین استادیوم مشهد در بحبوحه بحران کرونا تقریباً کامل پر شده. هم مردا اومدن، هم خانوما اومدن. حالا سر اینکه اینایی که اومدن چه تیپ آدمایی هستن که اومدن بشینن پای صحبت‌های این نوچه خامنه‌ای صحبت نداریم. داریم زیرساخت استادیوم رو بررسی می‌کنیم. ببینید تعداد خانم‌ها 1 2 تا 10 تا 20 تا نیست. تقریباً نصف استادیوم خانوما نشستن. هم ورودی خودشونو دارن، هم جایگاه خودشونو دارن. اینم از نمای نزدیکتر. برنامه‌ام طولانیه، 1 ساعت 2 ساعت اندازه یک بازی فوتبال. بعد این استادیوم زیر ساخت برای خانم‌ها نداره؟ اوکی. اما همه اینها به کنار، موضوع اصلی که توش موندن که چطوری ماله کشیش کنن
داستان اسپری فلفل. این تصاویر تو فضای مجازی در واقع دست به دست شده که نشون میده که بانوان فوتبال دوستمون که بلیت به دست هم بودن در واقع نتونستن که وارد ورزشگاه بشن و بعضا هم همونطور که شما خیلی گذرا بهش اشاره فرمودین با افشانه گاز فلفل برای متفرق کردن اونها اقدام شده. این تصاویر رو همکارانم جمع کردن شما ببینید. آقای وحیدی، سوال مشخص من این هستش که این گاز فلفلی که هم شما در فرمایشاتتون اشاره کردید و هم بخشی از اون خیلی مختصر در تصاویر هم موجود بود، چه کسی زده؟ نیروی انتظامی یا در واقع نیروهای حفاظت ورزشگاه؟ این همون جزئیاتی است که باید بررسی بشه. یعنی گفته شده یک مورد، گزارشی که دریافت شده یک مورد گاز فلفلی منتشر شده، اما این دقیقاً این گاز فلفل رو کی زده الان جز همون موضوعاتی است که باید دقیقاً بررسی بشه و ببینیم کی زده و چرا زده. الان جزئیاتی است که در حال بررسی است. پس اینکه کی فلفل زده هنوز مشخص نیست، داریم بررسی میکنین ها؟ شما که ادعا دارید عملیات چند وجهی میکنید، هر کی رو که میخواید میگیرید، نتونستید جایی که این همه مأمور داشتید توی یک استادیوم دربسته اون بابایی که گاز فلفل زده رو پیدا کنید؟ یا اینکه خودتون دستورشو دادید؟ ببین توی همین فیلمی که خودتونم پخش کردید اگر دقت کنی، بعد از گاز فلفل یه نفر داره با این باتوم‌های یگان ویژه میزنه به در که ملت رو بترسونه. یعنی هیچ کس از اون یگان ویژه وحشیتون اونجا داخل استادیوم نبود که ببینه کی گاز فلفل زده؟ آقای وحیدی، مسئولان ورزشگاه امام رضا مدعی هستند که ورزشگاه صبح روز بازی در واقع تحویل یگان ویژه نیروی انتظامی شده و خب وقتی که تحویل اونها شده باشه طبعا دیگه تمام بحث حفاظتش و امنیتش اینها بر عهده اونها بوده. توی گزارش نیروی انتظامی به جناب عالی آیا در مورد این موضوع توضیح مشخصی داده نشده؟ نه، ببینید تمام کار ورزشگاه بوده خود عزیزان مسئولین فوتبال هست. آنچه که نیروی انتظامی هست در خارج ورزشگاه در واقع در رابطه با جلوگیری از بروز بی‌نظمی ها عزیزان ما حضور داشتن. خب پس میگه مامورای یگان ویژه همه بیرون استادیوم بودن ها؟ داخل کسی رو نداشتن. اوکی. ما اینجا یه فیلم دیگه هم داریم که باز توی فضای مجازی داره دست به دست میشه و همین صحنه رو از نمایی متفاوت نشون میده. بله، در اینجا ابتدا یک مأمور یگان ویژه رو میبینیم با یونیفرم و یه تپریش که پشت در ایستاده. البته طبق حرفای پاسدار وحیدی احتمالاً اینا بیرون ورزشگاهن، خانوم‌ها داخل استادیومن، نمیذارن اینا بیان تو بازی رو نگاه کنن. ولی چیزی که دروغای پاسدار وحیدی رو میکنه اینه که توی همین تصویر به شکلی واضح یک لباس شخصی دیگه هم وارد میشه که اسپری فلفل دستشه. قشنگ اولش داره همش میزنه، چهرش هم اینجا کاملا نمایان هست، بعد با تایید کامل مأمور یگان ویژه رد میشه، میاد جلو، گاز فلفل رو اسپری میکنه تو صورت ملت. یعنی به نظر میاد که صحنه اینطوری بوده. یگان ویژه وایستاده جلوی در میگه اینا خیلی شلوغش کردن، چیکار کنیم؟ بعد رئیسش گفته بی ارزه، خودم اومدم. بعد اون پاسدار اطلاعاتی با گاز فلفل وارد صحنه میشه. پس اینکه کی اسپری فلفل رو زده هم تصویرش هست هم شاهدش هست و موضوعی نیست که تازه بخوای بررسیش کنی. ولی آخه مشکل توی اونی که اسپری رو زده نیست که، مشکل توی اونیه که دستورش رو داده. چی بودون آقای اصولی اومدن مصاحبه کردن که میتونن خانوما بلیت بگیرن و میتونن وارد ورزشگاه بشن. آقای بادامکی هم تایید کردن. ما دیروز از ساعت 12 ظهر تا 8 شب تو سایت بودیم تا تونستیم بلیت بگیریم. تمام خانومایی که اینجا همشون بلیت گرفتن، ولی الان اومدیم اینجا میگن فقط به خاطر اینکه یک نفر دستور داده که نرن خانوما داخل ما رو اجازه نمیدن. پس همه قضیه همینه که یکی اونجا دستور داده، وگرنه تا جایی که به تبلیغات رسمیشون برمیگشته از روز قبل تا 1 ساعت قبل از بازی وعده میدادن که بانوان میتونن شرکت کنن. فردا شاهد حضور بانوان ورزشگاه هستیم یا نه؟ چون میگن بانوان تونستن بلیت بخرن امروز. انشالله این اتفاق فکر می‌کنم فردا بیفته. بانوان محترم و هموطن کشورمون هم
قرار این بازی رو تعدادی از نزدیک تماشا کنن. تنها سوالی که میمونه اینه که کی این دستور رو داده که جلوی ورود بانوان رو بگیرند. در این رابطه میتونیم از رئیس نظام شروع کنیم که نظرش رو در این زمینه از مدت‌ها پیش از دوران احمدی نژاد داده. نظر خامنه‌ای در مورد حکم ورود زنان تماشاچی به ورزشگاه‌ها، نامه به احمدی نژاد. این جانب عدم رضایت خود را صریحاً به جناب عالی گوشزد کردند. قبلا هم در یک نامه دیگه گفته بود که این کار ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها ممنوع و خلاف است. پس نتیجه میگیریم که یک همچنین تفکری نسبت به فعالیت زنان توی این نظام حاکمه. این ولی فقیهش، اینم پدرزن رئیس جمهورشون. اینم که میگن فیفا مجبور کرده بایستی زنها در تماشای بازی فوتبال شرکت کنن، اینم شیطنت ها و رذالت هایی است که یه عده بیدین ضد انقلاب خارج نشین رفتن انجام دادن و فیفا رو تحت تحریک کردن. میدان چمن فوتبال و بازی فوتبال جای هیجانه. خب طبیعی است یه خانومی که یا 10 تا خانومی که اینها از نظر عاطفی، از نظر احساسی به مراتب از مردها حساس ترن، هیجان بیشتر پیدا میکنن. این هیجان بزوغ و روز و ظهورش رو مراجع تقلید میگن حرامه. آدم میمونه که چطوری به نسل بعد توضیح بده که توی دهه سوم قرن 21 یه همچین تفکر عصر حجری توی ایران حاکم بوده. پس ما با یک چنین موجوداتی طرفیم. از یک همچین تفکری هم در میاد که دستور میده تماشاگران زن رو راه ندید و بهشون اسپری فلفل بزنید. مشکل نه بلیت جعلیه نه نبودن زیرساخت. مشکل اصلی تفکر زن ستیزیه که نمیخواد به زنان هیچ فرصتی برای فعالیت بده، چون حضور گسترده تر زنان در عرصه های اجتماعی رو تهدیدی برای موجودیت خودشون میدونن. این زنها رو بدی کل کشور رو در خسر. ببین الان جلسه رو نگاه کن، 70% خانم. خب پس از نظر ما سر و ته ماجرای جلوی در استادیوم مشهد کاملا معلومه که قضیه چیه، ولی توی تلویزیون آخوندی هنوز منتظرن که ببینن نتیجه تحقیقات چی میشه. رئیس جمهور امروز به وزیر کشور دستور بررسی دادن. ما هم منتظر میمونیم تا بالاخره گزارشی که همکاران ایشون تهیه کردن رو ببینیم، اینکه چه فردی یا چه نهادی چه میزان در این اتفاقاتی که افتاده مقصر بوده. این رو هم بله، بعد از یه هفته انتظار بالاخره نتیجه تحقیقات رو اعلام کردند، ولی نه مقصری پیدا شد، نه کسی توبیخ شد و نه کسی استعفا داد، بلکه تازه یه دسته گل هم به اونی که گاز فلفل زد دادن. وزیر کشور گفت عده‌ای از علاقمندان پشت درها تلاش داشتند با زور وارد ورزشگاه شوند که در 2 مورد از افشانه استفاده شد تا این ازدحام باعث شکستن در و ایجاد حادثه نشود. به این ترتیب پذیرفتن که گاز فلفل رو خودشون زدند، ولی برای جلوگیری از تخریب استادیوم، چون احتمالش میرفت که با این لگدهایی که دارن این خانوما میزنن در استادیوم کنده بشه، دیوارها فرو بریزه و کل استادیوم تخریب بشه، که با افشانه فلفل از این فاجعه جلوگیری کردن. یه جوری هم از افشانه صحبت میکنه که انگار ادکلون کریستیان دیور زدن. پس یه بار دیگه تجربه نشون داد توی این نظام هر چی که افتاد توی خط پیگیری و تحقیق میکنیم کار خودشونه و از اونجایی که چاقو دسته خودش رو نمیبره، این مورد هم مانند موشک زدن به هواپیمای اوکراینی، کشتار آبان 98، قتل‌های زنجیره‌ای و که هیچ وقت مقصری در اونها پیدا نشد، این پرونده هم سرنوشت مشابهی داشت. وقت بخیر و خدا نگهدار.